در تاریخ هنر زنان بارها به حاشیه رانده شدند. آثارشان تزئینی شمرده شد و واژه نابغه اغلب تنها برای مردان به کار رفت. این تقسیم بندی تاریخی باعث شد بسیاری از هنرمندان زن با همه خلاقیت و نوآوریشان به متن روایت رسمی راه نیابند. به گزارش زنان در موزه هنرهای معاصر تهران که از 1 مرداد تا 31 شهریور 1404 ادامه دارد، پاسخی به همین سکوت تاریخی است. در این رویداد بیش از 120 اثر از 65 هنرمند زن نوگرا به نمایش درآمده تا نشان دهد که روایت هنر مدرن ایران بدون زنان روایتی ناقص خواهد بود. قدم زدن در این نمایشگاه سفری است میان نسل‌ها و سبک‌ها. آثار چهره‌هایی را می‌بینیم که هر کدام به تنهایی می‌توانند تاریخچه‌ای از هنر مدرن ایران باشند. بهجت صدر رنگ را از قید تصویر رها کرد و آن را به حرکت و ماده بدل نمود. ایران در رودی چشماندازهایی خیال‌انگیز خلق کرد که مرز میان نقاشی و شعر را کمرنگ می‌کرد. پروانه اعتمادی زندگی روزمره را به استعاره‌ای فلسفی بدل ساخت. فریده لاشایی انتزاع را با ادبیات و موسیقی پیوند زد و جهانی شاعرانه آفرید. لیلی متین دفتری با فرم‌های ساده و رنگ‌های تخت بیانی موجز و مدرن ارائه کرد. فاطمه امدادیان در کنار نقاشی با مجسمه سازی خود نشان داد که زبان حجم هم بخشی از روایت زنان نوگراست. اما روایت نمایشگاه در همین نام‌های شناخته شده متوقف نمی‌شود. در میان سالن‌ها به نام‌هایی برمی‌خوریم که در طول تاریخ هنر ایران کمتر شنیده شده یا حتی محو شده‌اند. زنانی که کارشان کمتر در متون مرجع ثبت شد اما اینجا دوباره دیده می‌شود. دیدن آثار این هنرمندان کمتر شناخته شده از جذاب‌ترین تجربه‌های نمایشگاه است. زنانی که امروز در آثارشان مسیرهای تازه‌ای گشودند و نشان می‌دهند تاریخ هنر نوگرای ایران فقط روایت چند نام بزرگ نیست، بلکه شبکه‌ای متکثر از صداها و زبان‌های شخصی است. چرا امروز؟ سوال اصلی این است: چرا اکنون و در این دوره تاریخی چنین نمایشگاهی اهمیت دارد؟ این رویداد تنها یک مرور تاریخی نیست، بیانیه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه زنان از حاشیه روایت‌ها به متن تاریخ باز می‌گردند. در روزی که ما از نمایشگاه دیدن کردیم، نکته‌ای چشمگیر بود: حضور پررنگ زنان بازدید کننده و غیبت نسبی مردان. این امر خود گویای چیزی است که این صدا پیش از همه با زنانی طنین انداز می شود که سالها کمتر شنیده شدند. به گزارش زنان تنها یک نمایشگاه نیست، یک بازخوانی انتقادی از تاریخ هنر مدرن ایران است. روایتی که می خواهد بگوید هنر نوگرای ایران را نمی توان بی زنان روایت کرد.